در رابطه با برجام و نمیدونم این معاملات و اینا، برجام من اصلا با ریز قضیهش کاری ندارم. ترامپ مخالف بود، نتانیاهو مخالف بود. تو ایران اونایی که رفتن سفارتخانه عربستان و سعودی رو، انگلستان رو زدن، آتش زدن، اونا مخالف بودن. عربستان و سعودی هم بعد اون مخالف بود. چقدر بر این مملکت صدمه زدن؟ اونا مخالفن. حالا ما هم تو این مملکت بگیم مخالفیم، عیب داره. همون عیبی که داره همون نتانیاهو داشت خودشو میکش که برجامه اجرا نشه. این چه چیزیه که نتانیاهو قسم خورد که من نباید بذارم این برجامه درست بشه. ما خودمونم تو داخل کاری کردیم، با همدیگه دعوا کردیم که این برجامه نشه. نشستیم هی گفتیم اینجاش گیر داره اونجاش گیر داره. بله، تو وقتی معامله میکنی، وقتی گفتگو میکنی، یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. اینجوری نیست همه چیزو تو بدی هیچی نتونی بگیری. آیا اگر طرف شما در سیاست خارجی اهل تعامل با شما نبود، برنامه جایگزین شما چیست؟ ببینید ما که تو قفس خواهیم موند. تعامل نمون ما تو این مملکت وای میستیم، بالاخره بلدیم تا جایی که زنده بمونیم از پتانسیل ها و انرژی ها و توانمندی های خودمون با اون اقتصاد مقاومتی زندگی کنیم و در ضمن مردم رو مشکلاتشو حل کنیم، ولی از تمدن دور خواهیم موند. واقعیت قضیه اینه ما الان مثلا در ناترازی انرژی، در تورم، در نمیدونم سوختایی که داریم پرت میدیم، در اون روندی که چی میگن ناترازی بانک‌ها و مسائل مختلف نفت و گاز اینا وجود داره، ما اگه اینا رو مدیریت کنیم خیلی از مشکلات کسری‌های بودجه‌مون خود به خود میتونیم حلش بکنیم. اما اونی که میخوایم رشد بکنیم رو نخواهیم کرد. ما از الان از نظر علمی میدونید الان چقدر داریم ضرر میکنیم به خاطر همین FATF و برجام. شاید روزانه 10,000 میلیارد داریم ضرر میکنیم. محاسبه کنم ارزون میفروشیم با 30% گرون میخریم. تازه هر جنسی هم آشغاله به ما میدن، بنجل بهمون میدن، نمیتونیم هم چیزی بگیم. تو این وسط هم یه عده کاسب تحریمن، تا دلت بخواد میخورند و ما هم خبر نداریم، برای اینکه شفاف نیست. میگه دزدکی بردم فروختم دیگه. تو که نمیتونی بگی راست میگه، دروغ میگه، درسته، غلطه. در نتیجه این بلا در سر مردم میاد. ممکنه مشخصا بفرمایید که سیاست خارجی دولت شما با سیاست خارجی دولت آقای روحانی چه وجه تمایز و تفاوتی خواهد داشت؟ ما بر اساس سیاست‌های کلی که همون حکمت و عزت و مصلحت جلو خواهیم رفت و اگر تو داخل باز ادامه بدیم این دعواها رو که الان وجود داره، هیچ فرقی نخواهد کرد. ما به جون هم افتادیم. اول باید همگرایی در داخل، یعنی اول انسجام داخلی باید به وجود بیاد، چون تا میاد یکی موفق بشه اون یکی گیر میده. برای اینکه من نمیخوام شما موفق بشید، منم که میخوام موفق، اون فرصت از دست رفته و یا تو شما نمیذارید من موفق بشم. ما اول باید همگرایی داخلی رو درست کنیم، دست از این اختلافات برداریم و بعد بپذیریم منفعت ما اینه که بتونیم با دنیا گفتگو کنیم، سهممون رو بگیریم. این که ما بیایم تصور بکنیم توی این مملکت، توی این دنیا میتونیم دور خودمون یه قفس بزنیم یا تهاتر بکنیم، فقط 100 میلیارد 200 میلیارد دلار که با تهاتر نمیشه معامله کرد. تازه این تا پولی که ما الان با عراق باید پول ما رو بده نمیده، ترکیه پول ما رو نمیده، چین پول ما رو نمیده، جنسه رو گرفته پول نمیده، بعدم یکی میره مثلا اونجا اون چیزایی که دلش میخواد بهش میده، مثلا بیا اینو بگیر. کی ضرر داره میکنه؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب آقای جلیلی، در حوزه روابط خارجی رقبای شما معتقد هستن که شما زبان دنیا رو بلد نیستید، مذاکره نمیتونید انجام بدید، نگاهتون کاملا ایدئولوژیکه، منافع ملی رو تأمین نمی کنید و اخیراً هم آقای حجاریان در توییتی گفته بود که دولت شما دولت تداوم تحریم ها و قطعنامه هاست. مشخصاً بفرمایید که شما برای گسترش روابط خارجی و اداره کشور با وجود تحریم ها چه برنامه‌ای دارید و آیا برنامه‌ای برای خنثی کردن تحریم ها مثلا گفتگو و مذاکره با آمریکا خواهید داشت یا خیر، و چه میزان از اون تجربه دیپلماتیک و حوزه سیاست خارجی که درش فعال بودید استفاده خواهید کرد؟ خب بحث سیاست خارجی به نظر من امتداد بحث داخله و اگر شما بخواید اقتصاد داخلتون موفق بشه حتما باید یک سیاست خارجی پویا، فعال و موفق داشته باشید. آقای دکتر اشاره کردن سیاست خارجی اگه صحبت میکنیم فقط 2-3 تا کشور نیست. این اشتباه بود که روابط خارجی اومد منحصر شد و خلاصه شد در چند قدرتی که واقعا بیشترین اختلاف رو با شما داشت. دنیا 200 کشور وجود داره.
چگونه فرصت ها به دست میاد از نقاط اشتراک. کسانی که دارن میرن رو نقاط اختلاف و با کسانی که بیشترین اختلاف رو دارن میخوان با اون موضوع رو منافع کسب کنن حتما به دست نمیاد. اشاره کردن آقای دکتر، همین توافقی که فرمودن برجام انجام شد مگه نشد؟ همین دوستان میگفتن ما اگه به ما اجازه بدید این کار رو انجام بدیم هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ اقتصاد. مگه این کار نکردن؟ نه که ما بگیم. خود طرف مقابل گفت آقای دکتر، گفت 15 بار آژانس گزارش نوشت که ایران همه تعهداتشو انجام داده، پس مانعی نبوده. نتیجهش چی شد؟ طرف مقابل یک تعهدش انجام داد، دوتاشو انجام نداد، کلا خارج شد. تو داخل کی پاره کرد؟ بعد از اینکه اونها خارج شدن، نه ببینید میخوام بگم کسی مانع اجرا نشد. تو فضای سیاسی شما ممکنه نظرات مختلف مطرح بشه. من دقیقاً بحثم اینه. اتفاقاً آقای دکتر، سیاست خارجی جای دیدن واقعیت هاست. واقعیت رو باید خوب ببینیم. زود ملت خودمون رو متهم نکنیم طرف مقابل رو تبرئه کنیم. اون بود که آژانس خودش میگفت 15 بار ایران همه تعهداتش انجام داده، حتی من به شما بگم فراتر از تعهداتش انجام داد، ولی اون خارج شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجه شد همون این که تحریم ها رو هم اضافه کرد، یعنی 800 تا شد 1500 تا. در همون شرایط بود، در شرایطی که میگفتن ما میریم حل میکنیم. اقتصاد چرخید اون موقع. اشکال کار چی بود؟ همون که خود شما اشاره کردید که شما دنیا رو منحصر کنید در چند تا کشور. اتفاقا این غلطه. بله کشورهای دیگه هم ممکنه همینطور رفتار کنن. هنر سیاست خارجی اینه که شما باید 200 کشور رو نگاه کنید، اون نقاط اشتراکی که فرصت ازش در میاد اون رو استفاده کنید. حتی بعضی وقتا از اختلافات کشورهای دیگه برای شما فرصت به دست میاد، اونم باید استفاده کنید. من مثال زدم، روسیه امروز مثلا با اروپا دچار اختلاف شده. قبلا 11 میلیارد دلار سیفیجات وارد میکرده از اروپا، امروز اروپا کنار رفته، شما اینجا برای یه بازار پیدا شده، باید از این استفاده کنید. این همیشه هم ممکنه این فرصت نباشه. این هنر سیاست خارجی اینه که شما بتوانید دقیق استفاده کنید. ما یه بحثی که داریم اینه که در سیاست خارجی اتفاقاً اون ابعاد قضیه رو اگر شما نبینید، برخی از نکاتی که دوستان مطرح میکنن عوض این که به ملت اتکا کنن، ما تو صحبت میکنیم میگیم به ملت اتکا بشه، میگن آقا اینا میخوان ببندن. نه، اتفاقاً برای اینکه این قدرت مردم استفاده بشود و بتونه شکوفا بشه، بعد شما روابط خارجی گسترش پیدا کنه. ببینید تو همین روابط با همسایگان، من امروز گرگان بودم، ترکمنستان همسایه ماست دیگه. در همون زمانی که بحث مطرح میشد ما 7 میلیارد دلار روابطمون با یه همسایه‌مون که نه مشکل تحریم داشت نه مشکل بحث داشت رسید به 200 میلیون دلار. این حاصل کدوم سیاست خارجی است؟ خب این ضعف دیگه. این کار پیش نمیره. ما تو همین منطقه خودمون، همین 15 کشور اطرافمون، بازار صنایع پایین دست پتروشیمیشون 135 میلیارد دلاره. ما چه سهمی از این داریم؟ باید استفاده حداکثری کنیم. خب اگر شما بیایید هی متهم کنی بگی نه همه اینا به خاطر این است که یکی اومد در فلان جا علیه برجام حرف زد، بابا شما برجام رو اجرا کردی، خود او 15 بار تایید کرده اجرا کردی، بعد زده خارج شده. FATF رو اشاره کردم. خیلی متشکرم. FATF من میخوام بگم یکی از اون موضوعاتی است که مسئلهش خوب مطرح بشه. FATF شما رفتید یه گروهی است باهاش توافق کردید، گفتید خیلی خوب، همین آقای طیب نیا که شنیدم امروز هم با شما همکاری دارن، 41 بند امضا کردن که ما این همکاری‌ها رو با شما داریم. کشورهای دیگه هم رفتن باش امضا کردن. اکثر کشورهایی که این توافق همکاری رو با FATF امضا کردن اینطور نیست که همه‌شو انجام داده باشن. مثلا ما بررسی کردیم یک کشور از خود کشورهای اروپایی نصفش هم هنوز انجام نداده. شما شروع کردید تک اینا رو داری انجام میدید. او هنوز میگه نه اینا رو من قبول ندارم، تازه همه اینا رو که انجام بدی من میگم گام بعدی که تو بعد برداری چیست؟ خب این یک نوع واقعی کجای این غلطه؟ ما بحثمون اینه آقا بعد وقت شما عوض این که او رو متهم کنیم ما ملت خودمون رو متهم کنیم، بعد نه تنها متهم کنیم بعد معطل کنیم، مثلا بگیم خب دیگه حالا چون این رو میگه فعلا واکسن نخریم. شما دیدید سخنگوی وقت دولت‌های روحانی اومد بیان کرد که بله تا FATF نشود نمیشود واکسن خرید. بیشتر از این حتی گفتن، نامه نوشتن اعضای دولت که اگر FATF امضا نشود تا فلان، حالا اشتباه میگفتن مثلا FATF این نیست، FATF 2 تا از بندهاش منظورشون بود، نشود. توی بهمن 97 نوشتن که ما اسفند 97 نمیتوانیم حقوق بدیم. خب الان 1403 هنوز داریم حقوق میدیم.
من بحثم اینه آقای دکتر، اینجا باز اون بحث کارشناسی دارم میگم. اگر ما اشراف نداشته باشیم، صورت مسئله رو، شما پزشک هستید و به خوبی میدونید، اگر خدای نکرده تشخیص غلط بدید، تجویزتون هم دیگه درست خیلی متشکرم. طرف خواهد موند. یه نکته هم عرض کنم راجع به اون نکته که فرمودید که ما FATF هم قبول نخواهیم کرد، برجام هم قبول نخواهیم کرد. نه بس اینه که نه در اینو شفاف بگید. آره اینو توضیح که مردم بدونن خوب شد ما FATF رو در دولت قبول نخواهیم کرد. در برجام اینو توضیح بدم خدمتتون، اتفاقا بحث خوبه. یعنی در FATF و برجام هر دو آقای دکتر ما امروز طلبکاریم نه بدهکار. نه اونو ول کن. شما میخواید چیکار کنید؟ نه شما میخواین چیکار کنید؟ بالاخره FATF 15 بار تایید کرده که تو همه تعهداتت رو انجام دادی و اون نه تنها انجام نداده بلکه کلا خارج شده. الان شما باید چیکار کنید؟ شما باید طلبکار باشید. میدونم چیکار می‌کنید. همین رو میگم که اگر او میخواهد میگوید این رو ادامه بدیم، خب اول بیا تعهدات رو انجام بده. نداد میخواید چیکار کنید؟ اصلا نداد اون موقعی که شما معطل این نباید بمانی. کشورتون نباید بگی دیگه من واکسن وارد نمی‌کنم، نمیتونم وارد کنم، رو به قبله شدم، نمیتونم کار انجام بدم. اتفاقا اینجا شما باید با قدرت دنیا همون الیس ارض الله واسعه اینجا بگردی، فرصت‌های دیگر رو پیدا کنی. ما دقیقاً بحثمون اینه. این اشتباهه که ما فکر کنیم که بله فقط همین دو سه قدرتن، اگه اونا عقد کردن نیومدن انجام نمیشه. زمینی که امروز خود اونا معترفن. ببینید خود سخنگوی وزارت خارجه امریکا میاد میگه شکست فاحش خورد این رفتار ما. بعد ما میگیم نه او شکست نخورده، او خودش نخواسته انجام بشه. بسیار خوب. یعنی همینایی که میگفتن 25 سالش اجرا کنه. احسن. الان آقای دکتر ما مگر نفت نمیفروشیم؟ الان دارم عرض میکنم، الان مگه او از ما سوال نکرد که از بلینکن مگه سوال نکرد که آقا چرا ایران داره 2 میلیون بشکه نفت میفروشه؟ مگه امریکا نگفت که چند میفروشه؟ یک بشکه نمیشه. اتفاقا دقیق آمارش مشخصه. قیمت چند قیمتی که یعنی بشکه چند میفروشه؟ ببینید شما در مجلس هستید، بودجه دولت وقتی که یک چیزی قیمت میذاره، شما امسال قیمت نفت رو چند گذاشتید؟ 2000 اون چیزی که میفروشن اون که وقتی گذاشته میشه دیوان محاسبات باید این رو حساب کنه، بعد یا تو بودجه باید وزارت نفت در ازای تک تک اونها جواب بده. من اتفاقا بحثم اینه، باز این از همون موضوعاته. وقتی صورت مسئله رو برای ما غلط تعریف کنن، نقطه قوت ما رو بعد ضعف تعریف میکنن. همین که شما فرمودید الان ما نفت و بشکه چند میفروشیم؟ قیمت نفت که شما میدونید که در دنیا مرتب متفاوته، یه روز $80 یه روز $70 یعنی ما مشابه دنیا میفروشیم. بله من دارم میگم از زمان برجام آقای دکتر، من این رو دارم خدمت شما عرض میکنم، این آمارش هست میتونید بگیرید، حتی از زمانی که اونها بود اون چیزی که داره پرداخت میشد حتی در زمان خود برجام اون زمان بیشتر داشت تخفیف داده میشد. ما دقیقاً بحثمون اینه، اینجا باید با دقت عمل کرد. اینجاست که باید مسئله رو درست شناخت. اگر نه اون موقع شما نقطه قوتت و اونا نقطه منفی مطرح میکنن. همین که شما فرمودید، مثلا میگه چین، خب الان چین او میگه 2 میلیون بشکه نفت ایران داره میفروشه. بله ما این رو برای اینکه معطل نماندیم، نگفتیم حالا ببینیم برجام کی درست میشود، FATF کی درست میشود. در یه زمانی معطل بودن دیگه، میگفتن 200,000 بشکه بیشتر نمیشه فروخت. شهید رئیسی اومد این رو رسون. خیلی متشکرم آقای جلیلی. خود اونا میگن 2 میلیون، البته ما هنوز 2 میلیون نمیفروشیم ولی اونا میگن تا 2 میلیون. خیلی متشکرم. کی داره میخره؟ بالاخره کسانی هستن. من ازم این چرا وضع مردم اینجوریه؟ روز این اونجا سوال خود شما. اینجا بعد میاد تو بحثی که پس همه مسائل اون نیست. مسائل داخلی رو بعد حل کنیم. من اینجا عرض کردم خدمت شما دقیقاً تو مثال میترینگ که زدم اینه. بله وقتی شما در مشکل داشته باشی در همین نفت رو اگر بفروشی، اما متاسفانه که من اینجا واقعا از شما به عنوان حداقل یه نماینده مجلس این انتظار رو دارم، بس اینه که همین بررسی‌های ما این رو انجام داد که چی؟ که نفتی که میفروشی وقتی که در کشور شما در وزارت نفت شما متعارفه که بین 2% تا 4% پرتی دارد. مگه 2% تا 4% عدد کمی است؟ شما الان رو قیمت فروشش حساسید، خیلی هم خوبه. خب پرتی 2% تا 4% که خیلی بیشتره. شما روزانه این میزان نفت بفروشید بعد اینقدر پرتی داشته باشید، خیلی میشه چند میلیارد دلار. یعنی در 4 سال مثلا دولت میشود یک چیزی نزدیک 30 میلیارد دلار. خیلی متشکرم آقای جلیلی. دقت کرد. خیلی متشکرم. آقای پزشکیان نکات شما مسئله بدونید خیلی روشنه. حالا آقای دکتر تو این رشته کارشناس هم هست، ولی همین الان به خاطر نداشتن تکنولوژی ما نفتی که از زمین میکشیم بیرون 18%، در صورتی که تو دنیا 48%. به خاطر همین عدم تکنولوژیه.
معنیش اینه داریم سرمایه نسل‌ها رو داریم به نابودی میبریم. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه 100 میلیارد الان هست 200 میلیاردشو زیر خاک دفن میکنیم، ارزون هم میفروشیم. حالا من بخوای قیمتشو قشنگ آدم تازه نمیگن که، برای اینکه چی میگن، از راهی که باید دور بزنم میرم، دست کسی میدن یهو میبینی یه آدمی پیدا میشه مثلا 3 میلیارد بشکه نفت رو برده، پولا رو خورده، بعد تو زندان. حالا بیا پیدا کن که کی این کارو کرده. مگه اون خودسرانه میتونست یک کشتی نفت 10 کشتی نفت ببره 3 میلیارد دلار پول رو مثلا برنگردونه؟ حالا اون یه عدد، خیلی از این پولا تو اون مسیر گم میشه. از طرف دیگه ما چون بازار رو از دست دادیم، بازار نداریم. گاز همون به اصطلاح قطر گاز ما رو داره میبره، بازار رو گرفته. ما هم داریم مثلا مملکتی که دومین گاز دنیا رو داره زمستونا گاز کارخونه‌اشو قطع میکنه. چرا اینجوری شده؟ مشکل ماییم. خود درستش کنن. زمان آقای رئیسی اونا بد بودن، اینو درست میکردن. این که بدتر شده. ما باید بپذیریم این مثلا 1500 تا تحریم یه وقتی از نفت و بانک ملی و نمیدونم کشتیرانی رو بیمه رو تحریم کنن، یه وقتی حسن و حسین و قاسم رو تحریم کنن. اینم یه عدد تحریمه، اونم یه عدد تحریمه. در زمان خود شهید رئیسی مثلا این تعداد تحریم 2500 تا رسید دیگه. خب که عدد اینی اون تحریم هایی که فلج کننده است ایجاد شده. من مجلس همون موقعی که بحث برجام بود از آقای دکتر سوال کردم، چون اون موقع مخالف بودم برجام باید بشه. گفتم آقا ما برجام رو قبول نکنیم، بالاخره یه انتخاب دیگه. راهی که در پیش داریم چیه؟ شما بگید میخواین چیکار کنیم باید توی این مملکت؟ ما نمیخوایم با اونا گفتگو کنیم، اونا زور میگن. خیلی خوب زور میگن، بگید میخواین چیکار کنید. واقعیت قضیه یه نقشه داشته باشیم. الان 10 سال 20 سال گذشته، بعد 15 سال میگفتیم آقا ما اگه اینو امضا نکردیم این کارو خواهیم کرد، اینقدر ضرر خواهیم کرد، اینقدر منفعت داریم. ما اطلاعات میدیم چقدر داریم روزانه به خاطر سوء مدیریتمون، نبود برنامه‌مون داریم به این مملکت ضرر میزنیم، سرمایه‌های آینده رو داریم گم و گورش میکنیم. کی باید جواب بده؟ این که چگونه باید گفتگو کنیم، چگونه حرف بزنیم، خودش یه هنره. خب قرار نیست بلد نباشیم بریم حرف بزنیم و هر وقت حرف بزنیم اونا ما رو محکوم کنن. آقای پزشکان، اگر غرب در اون تعهداتی که به شاه میده به تعهداتش عمل نکنه، شما اون وقت گفتگوست. برادر با برادر، پدر با پدر، بچه با بچه. خیلی جاها حرفاشون با هم جور در نمیاد، چون اگه جور در نیامد با هم قهر میکنن میرن. شما الان ببینید آمریکا روش حل مسئله رو کارش این که ما چگونه میتونیم یک گفتگو رو به نتیجه برسونیم. این که من واسم بگم الا بالله این گونه خواهد شد، اونم بگه نخواهد شد. در شرایطی که آمریکا سردار سلیمانی رو شهید میکنه و میخواد فروش نفت شما رو به صفر برسونه، چه فضای گفتگو میتونه شکل بگیره؟ اون که شهید سلیمانی اون بحثش جداست. آمریکا این کار میکنه به خاطر اون بحثایی که در غزه و نمیدونم سوریه و این مسائل که موی دماغ اونا بود آمریکا به شهید سلیمانی. این چه ربطی به اون دعوای قبل از این قضیه داره؟ من حرفم اینه آمریکا یا اروپا الان چرا بازرگانان ما نمیتونن اروپا به راحت دیگه ویزا نمیدن، تاجرای ما نمیتونن، دانشگاه‌های ما نمیتونن برن. ما چیکار کردیم که دنیا با ما اینجوریه؟ همین همسایه‌ها خود چرا پول ما رو ترکیه نمیده؟ چرا همین چین دلار ما رو پس نمیده؟ چرا هر جنسی که دلش خواست به ما غالب میکنه؟ چرا همون قراردادی که مال 25 سال است نمیاد اجرا کنه؟ بیاد اجرا کنه دیگه. ما که رفتیم قراردادا رو بستیم، قرار بیا سرمایه گذاری کنه، نخواهند کرد. برای اینکه یک حلقه جام است. FATF مثل فیفا است. ما اگه زیر بار اون حرفایی که تو فیفا میدن نریم، ما رو بازی نمیدن. FATF هم این همون ما رو بازی نمیده بانک‌ها. حالا ما ممکنه 10 جای دیگه بازی کنیم ولی در بازی‌های جهانی ما شرکت نخواهیم توانست کرد. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. بالاخره یا یه قاعده بین‌المللی. حالا میگیم ما راه دیگه داریم. خب بگید اگه اینا رو نکردید چه بلایی سر این مردم میخوایم بیارین؟ خب بکنید. بگید آقا ما نه اینا رو دور میزنیم، اینجوری میکنیم. نفتاری که چرا پول برنگشته؟ تعداد پولی که چاپ کردیم الان کلی رفته بالا، 2 برابر 3 برابر شده. چرا پول چاپش زیاد شده؟
برای اینکه اون عرضه اونجا وجود داره نیومده مملکت. برای آقای پزشکیان شما بلا داره که رئیس جمهور بشید، الان دولت آقای بایدن به تعهدات دولت اوباما عمل نمی‌کنه. اقتصاد مقاومتی رو در داخل بارها و بارها گفتم، اول باید تو داخل همگرایی پیدا کنیم. پرت‌هایی که وجود داره در نفت و گاز و نمیدونم تورم‌هایی که ایجاد می‌کنیم به خاطر هزینه‌های اضافی و سوء مدیریت‌ها، بشینیم به صورت علمی حل کنیم و به دنیا ثابت کنیم ما ایستادن را میتوانیم. ولی در عین حال برای اینکه از این قافله عقب نمونیم بریم گفتگو کنیم بر اساس همون 3 تا دستوری که مقام معظم رهبری میفرمایند: عزت، حکمت و مصلحت. معامله است، در معامله یه چیزی باید بگیری، یه چیزی بدی. این که من نخواهم داد و خواهم گرفت، اصلا یه چنین معامله شکل نخواهد گرفت. گفتگو روش داره، علم داره. این که من میرم حرفو میزنم اون قبول نکردم، خب این که هنر نی، باید بری معامله رو جوش بدی. این که چگونه اول بازم برمیگردم تو داخل اون اقتصاد مقاومتی رو، اون مدیریت داخلی رو، اون توانمندی‌های خودمون رو باید بذاریم کنار، سعی کنیم درست مدیریت کنیم، سعی کنیم سوختمون رو هدر ندیم، سعی کنیم دولتی بزرگ درست نکنیم، پول چاپ نکنیم، تا بعد وقتی تونستیم مشکلات خودمون رو تو داخل یه مقدار درست با هم دعوا نکنیم، بعد میتونیم با دنیا هم بشینیم گفتگو کنیم با عزت، با حکمت و با مصلحت. خیلی متشکرم. آقای یلی 3 دقیقه اگر نکته. خب من توضیح بدم برخی نکاتی که برادرمون فرمودن آقای دکتر. ببینید من واقعا آقای دکتر احساسم این مسئله رو شما ابعادش رو بعد یکم دقیق‌تر براتون توضیح بدم. ببینید این که میگید چه بلایی اومد، چه بلایی به سر ما خواهد اومد، میخوام بگم بلا اومد. یعنی این که میگویید فقط گفتگو کنیم، یه چیز بدیم، یه چیز بگیریم، این که اومده هیچ. یه روزی میگفتیم آخه به اصطلاح چی میگن، تحریم نعمته، تحریم کاغذ پاره است. حالا اونم توضیح حالا میدم. میگیم بلا سرمون. ببینید این بلا نه، این بلا اومد که شما میگید که بریم آقا یه چیزی بدیم، یه چیزی بگیریم. اتفاقا رفتید یه چیزی نه 10 ها چیز دادید، او اصلا کلا خارج شد. پس برجام قبول نخواهید کرد شما. نه ما امروز در برجام طلبکاریم چون اتفاقا این چیزا رو دادیم. نه آقای دکتر، اتفاقا من همین رو میخوام بگم. بگو. این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم، باید طلبکاری تو از اون انجام بدی، به او بگویی که تو این چیزها رو، این تعهدات رو من انجام دادم، تو هیچ تعهدی انجام ندادی. همین چیزی که شما میگید بده بستون، اینم هنر نیست که بری 10 ها چیز بدهی و هیچ چی نگیری و بلکه او تحریما رو بیشتر کنه. چطور شد اسرائیل با اون مخالفت؟ احسن، به خاطر اینکه همین او میدید که خیلی خوبه، فرصت خیلی چیز خوبی است، میگه اصلا تو چرا توافق امضا کردی؟ تو 10 ها چیز دارن اینا بهت میدن، هیچ هم لازم نیست بهش بدی. دقیقاً این همون چیزی بود که اونا دنبال کردن. یعنی اسرائیل همین حرفی که خود آقای روحانی اومد برداشت زد در روز قبل از خروج اونا، که برداشت گفت که تو سبزوار گمونم بود این صحبت رو کرد که حتی اگه شما خارجم بشید ما خارج نمیشیم. این دیپلماسیه، این نوع سیاسته. این یعنی این که من میام همه این چیزها رو میدم، بعد تو خارجم شدی، نه من کماکان میمونم. نه این اتفاقا اینجاست که ما خارج میشیم، همون کاری که اسرائیل گفت، ما خارج میشیم. اونا هم غلطن کردن. نه او خارج شده، ما طلبکاریم. برای اینکه اسرائیل اینو می‌خواست. مسئله رو بدونید یا نمیخواید بدونید. من دارم عرض میکنم مسئله امروز اینه. اما اون سوالی که شما تو برجام فرمودید اتفاقا من همون زمان توضیح دادم و الان بعد از حدود 9 سال بهتر گواهیش روشن میشه. اون چی بود؟ من عرض کردم که این ابزاری که او داره برای فشار بر شما چیست؟ همین تحریم هاست. در نقطه ای است که او خودش اذعان داشت این تحریم ها داره به خط نقطه آخر میرسه. این حرف من نیست، عین صحبت های اوباماست، فیلمش هست، میخواین من مجددا برای شما میفرستم، اینو پخش کردم. اوباما میگه ترامپ یه چیز دیگه میگه. نه حالا بعد ترامپ هم که اومد همین کاری که کرد، من وقتی که ترامپ خارج شد اتفاقا گفتم اینم باز حماقت او بود. چرا؟ چون او در موقعی داره این کار رو انجام میده که ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتفاقا دوستان این رو نپذیرفتن. اجازه بدید با قدرت، نه با ذلت، با قدرت این رو ادامه میدیم. اون قدرت چیست؟ اینه که تو توانه خودتو بشناسی، اونو تو نه اتفاقا اون بحث خودتونه. که ببینید نکته درستی رو فرمودید مسائل قاطی نشه، بعضیش ربطی با آمریکا نداره. بله برخی بحث‌ها در وزارت نفت وجود داره، اتفاقا این رو ما دنبال کردیم. همین بحث میترینگ که چرا چند میلیارد دلار داره هرز میره، چرا این موضوع از ظرفیت داخلی استفاده نمی‌شود، چرا حتی از همین فناوری که میگید فقط به معطل 2-3 تا کشور موندیم. اینا یه بحثای دیگه است، بله اونا باید دنبال بشه. اما من عرضم اینه که این بحث رو بدونیم که چیست، نیاییم اگر تشخیص غلط بدید. آقای دکتر شما دکتر قلبید، تجویزتون هم غلط خواهد بود. من الان بیشتر از تجویز شما رو تشخیص شما اشکال دارم. این همه متخصصین غلط تشخیص دادن، شما درست تشخیص دادید. من حاضرم بحث کنم.
دقیقاً من اینجا این بحثی که ما آقا جلسه بذارید رو با هم بحث کنیم. من حتما میام. در اون موضوعی که شما فرمودید آقای دکتر، دقیقاً شما فرمودید که ما اون زمان در برجام، در کمیسیون برجام خدمت شما عرض کردم، گفتم آقا این تو ننوشته که تحریم‌ها لغو میشه، نوشته 8 سال دیگه. 8 سال دیگهش کی بود؟ همین مهر ماه سال گذشته. بعد 8 سال چیکار کرد؟ همین سه تا کشور اروپایی که میگید یه چیز بدیم یه چیز بگیریم، ما رفتیم دادیم، سر 8 سال که شد روز قبلش سه کشور اروپایی اطلاعیه دادن گفتن همین کارم نمی‌کنیم. خب این رو باید بدونیم، ملت خودمون رو متهم نکنیم. طرف مقابل داره بدعهدی میکنه. اما صحبت با مردممون، ببینید عزیزان، حالا این بحثا رو چون خیلی توضیح دادم دیگه نمیخوام تکرار کنم. خیلی کوتاه. ما امروز این اهرم تحریم رو که او میخواست علیه ما به کار بگیرد حتما باید از دست او خارج کنیم. یک راهش اینه که بله گفتگو کنیم، طلبکاری کنیم. وقتی تعهداتمون رو به هر دلیل انجام دادیم باید از او بخوایم که این تعهدات رو انجام بده. این یه بحثه. یه بحثش هم اینه که معطل نمونیم، همون کاری که شهید رئیسی انجام داد، خنثی کردن تحریم. یعنی اینا میگفتن 200,000 بشکه نمیتونیم بفروشیم، امروز خود امریکا اذعان میکنه که شما 2 میلیون بشکه میتونید بفروشید. اما مهمتر از اون اینه، اون بحثی که من دارم و در این 4 سال دنبال خواهیم کرد، اینه که علاوه بر این دوتا کار که هر دوتاش باید انجام بشود، چون گفتگو برای طلبکاری حقوق ملت ایران و اینکه بهش بگی تو باید تعهدات انجام بدی، این یه بحثه. چه بحث خنثی کردن تحریم، این که معطل نمانی، کشورتو جلو ببری. اما مهمتر از اون اینه تو باید او رو پشیمان کنی از تحریم کردن، با همین اهرم‌های اقتصادی، با همین قدرت‌هایی که داری. و امروز در خیلی از این عرصه‌ها این کار داره شکل میگیره. چرا اونها برخی از اوقات در برخی از موضوعات کوتاه میان؟ چون میبینه که شما در این زمینه داری موفق میشی، داری این کار رو این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنی. خیلی متشکرم. این فرمایش شهید سلیمانی که تهدیدها رو از دل تهدیدها میشه فرصت در آورد، این رو به سخره نگیریم که آقا بله بعضیا میگفتن بله بعض وقتا تهدید میتونه تبدیل به فرصت بشه، میتونه برای شما در شرایطی رو ایجاد کنه که شما بروی به سراغ قابلیت‌های خودت این کار رو انجام بدی. اما این به این معنا نیست که قابلیت‌های دیگر رو نباید ببینید. خیلی متشکرم. من باز عرض می‌کنم اتفاقاً برای اینکه شما بتونی اقتصادت رو راه بندازی، راهش چیست؟ تعامل گسترده و سازنده با جهان. کاری که شهید رئیسی تو سفر آخر انجام داد، همینایی که میگفتن نمیشه، رفت تو سریلانکا چی رو پرده برداری کرد؟ 500 میلیون دلار صادرات خدمات خیلی فنی. متشکرم. این میتونه در 100 کشور دیگه هم تکثیر بشه. خیلی متشکرم. آقای پزشکیان نوبت شماست، به مدت 3 دقیقه بفهمید که بعد هم نوبت جنبندی پایانی ان شاء الله خواهیم داشت. ببینید این نقدینگی کشور در دولت شهید رئیسی رفته بالا. این قرمز رو می‌بینید اینجا رفته بالا. پول چاپ کردیم. چرا؟ اینکه ما میتوانیم. اول باید اختلاف داخلی رو حل کنیم. 2 به علم و کارشناسی احترام بذاریم. علم و کارشناسی اول گفتم دست یه متخصص نیست. این که مجموعه متخصصین چه میگن، مجموعه تجار چه میگن، این که من میگم اینجوریه، من مملکت رو به جایی میرسونه، من استبد به رأی هلک و من شاور الرجال شارک فی عقولها. کسی که با تصمیم خودش میگه من باید این کار، من اله میکنم، هلاکت پشت سرشه. ولی مشورت کنیم اون وقت میفهمیم. 10 تا آدم دیگه جمع کنیم، کارشناس، متخصص خارجی، تجربه دار، اونی که استخون خورد. فرق میکنه با منی که درس خوندم، با پزشکی که فقط کتاب خونده، با پزشکی که عمل کرده، با پزشکی که 10 سال عمل میکنه، با پزشکی که تازه داره عمل میکنه. این که من بگم من متخصصم، من میگم اینجوریه، با آدمی که استخون خورد کرده، یه عمر تو این قضیه بوده، با هم فرق دارن. در نتیجه اگر ما نظر این کارشناسا رو بشینیم گوش بدیم، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم کدوم یک از این راهها درسته یا غلطه. این که ما این مملکت رو به اینجا رسوندیم به خاطر تصمیمایی است که ما گرفتیم، کسی دیگه کارشناسای ما گرفتن. چرا باید ما هر مذاکره میریم بعد پشت سرش علیه ما قطعنامه صادر کنن؟ یعنی ما یه بار نمیتونستیم اونا رو قانع بکنیم، همیشه اونا باید مثلا قانع بکنن؟ این مهارت گفتگو کردن. ما خیلی مریضا رو ما یه زمانی عمل میکردیم، مریض میمرد، میگفتن خب قلب دیگه میمیره. خب اگه قلب میمیره پس من چیکارم؟ باید راهی پیدا کنم که مریضه نمیره و راه پیدا کردیم که نمیره. ما باید راه پیدا کنیم در ضمنی که عزت خودمون رو، حکمت رو و مصلحت جامعه رو می‌بینیم، مشکل مردممون رو حل کنیم. این که ما تورم کردیم، همین پولی که الان داریم همش بی‌ارزش شده. استاد دانشگاه ما الان همش $400 پول میگیره.
بیرون بهش منتشو میکشن، مثلا $6000 پول میدن. ماشینی که بهش میفروشیم $20000 $10000 $100,000 میفروشیم. بعد میگیم ما میخوایم رقابت کنیم. کدوم استاد میمونه با این پول برات کار کنه؟ خونه‌شو نمیتونه کرایه کنه. دانشجوش اینجوریه، پزشکش اینجوریه، کارمندش اینجوریه، هنرپیشه‌اش اینجوریه، ورزشکارش اینجوریه. بالاخره ما باید بپذیریم بلدیم خب حل کنن. دولت این پولا رو اون زمان چاپ کردن، کسی دیگه چاپ نکرده که. واقعیت علمی واقعیت علمیه. من بازم معتقدم قدم اول باید ما اختلافات داخلی رو حل کنیم و به حرف کارشناس یه نفر، من جراح قلبم ولی الان تو دوره تحصیلم همیشه رتبه‌های بالا داشتم، اما الان از جراحان قلبی که عمل میکنم من عقب‌ترم، برای اینکه اونا هر روز عمل میکنن، هر روز کتاب میخونن، من نمیخونم. من هفته 2 تا عمل میکنم، اونا هر روز 2 تا عمل میکنن. خوب از من بهتره. حالا بگم نه من همانم که این علمو داشتم، همانم که این کارا رو میکردم. کفا بالمرء جهلا لا یعرف قدره. برای انسان کفایت میکنه که ندونه کپنش چقدره. برای هر مشکلی تو این دنیا راه حل وجود داره. هنر پیدا کردن راه حل و رسوندن جامعه به یه عزته. ما میتونیم با مردم، با کارشناسا چه داخلی چه خارجی، مسلمونا، با بازرگانا، با تجارا، با برید مصاحبه کنید ببینید چی میگن پشت سر ما. روزگارشون سیاه شده، جنس میخرن گرون، میفروشن ارزون، بعدم تازه پولشون هم بر نمیگرده، واسه پول گم میشه. کی باید جواب بده؟ ما میگیم میتوانیم. خب میتوانیم، چرا پولمون رو پس نمیدن؟ چرا عراقی که این همه خدمت کردیم پول ما رو، چرا چینی که اینقدر رابطه خوب داریم دلارای ما رو نمیده؟ بده دیگه. اینا دردایی است که ما داریم. خب اگه میخوایم ادامه بدیم بدیم، زندگی میکنیم ولی سرمایه‌های مملکتمون رو نابود میکنیم. بسیار آیه پزشکی، چون در موضوع سیاست خارجی صحبت کردیم، مشخصا اگر ممکنه این سوال رو صریح پاسخ بفرمایید که اگر در مذاکرات و روابط بین‌الملل اگر طرف مقابل شما به تعهدات شما عمل نکرد، در دولت آینده شما آیا یک پلن جایگزینی وجود خواهد داشت؟ ببینید گفتگو آلترناتیو داره. شما وقتی میرید میز مذاکره اول میگید این هر چقدر کسی که میجنگه مذاکره میکنه آلترناتیو ها یا گزینه های مختلف سر میز داشته باشه موفق تره. اون آدمی که یک گزینه داره میره مذاکره کنه اگر نپذیره شکست خورده است. هنر انسان ها، هنر مدیریت، هنر جنگیدن اینه که انسان بتونه برای اینکه اون قله رو، اون هدف رو به اصطلاح بگیره آلترناتیو های مختلف رو در نظر داشته باشه که بگه این راه رو میرم، نشد این یکی رو میرم، نشد این یکی. هر چقدر ما بتونیم آلترناتیو های مختلف رو میز داشته باشیم موفقیتون تضمین شده است. هر چقدر با یه آلترناتیو بریم، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راههای مختلفی برای رسیدن به یه هدف وجود داره. ما باید مصلحت خودمون رو ببینیم، عزت خودمون رو ببینیم، حکمت رو ببینیم. ما عزتمون رو به کسی نمیفروشیم، ما در مقابل کسی کوتاه نمیایم، ولی لزومی نداره وقتی میخوایم مذاکره کنیم یه آدمی رو بفرستیم که منافع خودش رو داره بینو مذاکره کنه و بعد ما رو معامله کنه بین خودش. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما تقریبا به پایان فرصتمون رسیدیم. آقای جلیلی در مجموع فرمایش‌هاشون 50 دقیقه و 2 ثانیه صحبت کردن و جناب آقای پزشکیان هم در مجموع بر اساس محاسبه‌ای که انجام شد مجموع بیاناتشون در این جلسه مناظره، دوستان اگر دقیقش رو به من بگم ممنون میشم، 51 دقیقه و 20 ثانیه صحبت کردن، تقریبا برابر با یک اختلاف 1 دقیقه. فرصت 5 دقیقه است برای جنبندی نهایی جناب علی. خب من 6 دقیقه فرصت. من تشکر میکنم از برادرمون آقای دکتر پزشکیان، نکات خوبی رو مطرح کردم. من میخوام رو اون تاکید کنم. ببینید اون نکته که فرمودید که باید بشینیم نظرات کارشناسی رو بشنویم، حرفای مختلف، من که ابتدا هم با شما موافق بودم. عرض کردم هیچ کس علامه در نیست، این رو باید بشیند، ببیند، حرفای مختلف رو بفهمد، به جنبندی برسه. اما نکته من اینجا اینه، آقای دکتر شما میخواهید و من و شما امروز مدعی چی هستیم؟ میخوایم بشیم رئیس جمهور. این دیگه نیست بگی هنوز میخوام بنشینم بفهمم چیست. اینو باید قبلا انجام داده باشید. ما زمان نداریم. اون چیزی که من عرض کردم دقیقاً این بود. من نمیگویم همون که شما میگویید. ما 10 جلسه، 10 که بیشتر، 100 جلسه، هزاران ساعت، بله با کارشناسانش باید بشینی صحبت کنی. باید بدونی اداره کشور آسون نیست.
باید قبلش بدانید. برجام و FATF برنامه که دارید بله چیه؟ برنامه من دقیقاً مشخصه. ببینید اون که گفتید در کشاورزی، در اقتصاد، در بانک، در همین نقدینگی که میگید، اینا رو باید قبلا مطالعه کرده باشید، بعد به برنامه رسیده باشید. در سیاست خارجی، در موضوعات مختلف، در همه اینها شما باید به جنبندی رسیده باشی، نه اینکه بگویی هنوز میخوام معطل بمانم. دقیقاً مشکلی که بود چی بود در دوره قبل، در دولت اون 8 ساله، این بود که هنوز میگفتن میخوام حالا بررسی کنیم. الان برخی موضوعاتی که شما بیان میفرمایید جنبندی که جای خودش دارید، حتی موضوع رو و شناختش، تشخیصش هم درست تشخیص نمیدید، درست بیان نمیفرمایید. تشخیص دادید چیکار می‌خواید؟ بله دارم همین رو بیان میکنم. بیانم اینه که در FATF و برجام ما باید طلبکار باشیم. ما باید تعهداتی رو که انجام دادیم حالا از طرف مقابل بخوایم تعهدات رو انجام بدن. این رو دنبال کنید. این حرفه. برنامه‌تون چی اگه انجام؟ برنامه ما دقیقاً همینه که این رو دنبال کنید، اما برنامه اینه که به قول خود شما چی الطرق به عدد الخلایق، اینطوری نیست که شما بیایید بنشینید و بگید خب حالا این انجام نشد. نباید خودتو منحصر کنی، نباید معطل کنی، باید راههای دیگر رو موازی حرکت کنی. یعنی اگر او میگوید من در اینجا این تعهد رو انجام نمیدهم، تو اینجا نباید رو به قبله بایستی. همون کاری که آقایون کردن، میگفتن خب دیگه نفت نمیشود فروخت. چرا نمیشود فروخت؟ بعد راهاشو پیدا کنی. باید راههای، حتی بنده عرضم اینه، نه تنها فقط اداره و فروش نفت، بلکه اون جهش رو باید دنبال کنی. اینم حرف من نیست، نکته درستی بیان میکنی. این جمع‌بندی نظرات صدها و بلکه هزاران کارشناسه. این جمع‌بندی 140 سفر به نقاط مختلف کشوره. این جمع‌بندی حضور در همین که فرمودید اصناف ما امروز مشکل دارن. من حداقل با 24 صنف نشستم، جلسات متعدد گذاشتم، حرفای اینا رو شنیدم. این جمع‌بندی است. بله من استبد به رأی هلک. اگر کسی یه چیزی تو ذهنش اومد بر همون اساس هی دوباره تکرار کرد، این حتما هلاک میشه. اتفاقا اینجا باید حرف رو بشنویم. راه حل که ما بیان میکنیم وقتی میگیم برنامه، بعد از یک طرف میگیم آقا راه حلت کو، وقتی که برنامه میگه آقا برنامه چیه؟ برنامه که هست. نه، این برنامه واقعا برای اجرایی شدن همونه. برنامه ما در همین سیاست خارجی که شما سوال میکنید دقیقاً همینه که شما نباید معطل 3 تا قدرت بشید. 200 کشور وجود داره. شما برای همین روابط بانکی، برای روابط اقتصادی، باید اقتصاد ایران جانمایی پیدا کنه، بتواند جای خودشو پیدا کنه. باید تلاش کنید، روز به روز فرصت‌های جدید رو کشف کنید، روز به روز این فرصت‌ها رو اجرایی کنید. برنامه من چیز عرض کردم، هر سفارت شما باید بشه یه سکوی صادراتی. برنامه من چیز عرض کردم، شما در اون روابط اقتصادی که دارید در همسایگان باید اولویت‌ها رو بشناسی، هدف گذاری کنی، بهش برسی. نه اینکه بشود کشوری که شما باش 7 میلیارد دلار روابط دارید، در زمانی که میگی من همه گره‌ها رو باز کردم برسونی به 200 میلیون دلار. این اون خطایی است که وجود داره. در حالی که در همین کنار شما، خدا رحمت کنه شهید رئیسی، رفت پاکستان، 70 میلیارد دلار واردات پاکستان هست که حداقل 16 میلیارد دلارش رو شما میتونید در اونجا حضور پیدا کنید. این رو استفاده کنید ازش. اینجا نه مشکل تحریم، نه مشکل بحث‌های دیگه است. برنامه اینه که شما بتوانید از ترانزیت که یک فرصت بسیار خوب و استثنایی است استفاده کنید. نه اینکه وقتی تا میاد شما یک جذب سرمایه‌گذاری می‌خواید بکنید، می‌خواید یک بحث ترانزیت را بیاندازید، یه دفعه یکی میگن نه آقا حالا این چرا این اومده، آقا اون به هر دلیل اومده، اون برای منافع خودش اومده، تو برای منافع خودت میای. باید حواست جمع باشه. بله، به هیچ کسی شما عقد و اخوت نمیبندی، با هیچ کشوری. شما اون منافع ملتت، حقوق ملتت رو با قوت دنبال میکنی، اما باید براش فکر داشته باشی. این فکر هم قبلا انجام داده باشی، این برنامه رو قبلا نوشته باشی. نه ترسی از این که بگن این برنامه ها رو که ولش کن. نه، یعنی چی ولش کن؟ شما باید بشین تصمیم بگیرید. حالا شما فرمودید که مثلا راجع به جراحی قلب الان مطالعه ندارید یا چون عمل ندارید حتما با اون کسای دیگه عقب میمونید. اونها موفق تر از شماست. این صادقانه نکته درستی است. من میخوام بگم تو اقتصاد هم همینه، تو سیاست خارجی هم همینه، توی کشاورزی هم اینه. اگر شما مطالعه نداشته باشید، اگر این بررسی ها رو نکرده باشید، حتما عقب میمونید. حتما کشور 4 سال عقب میمونه. حتما نمیتونه اون موفقیت لازم رو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اون نکته که تاکید دارم دوباره روش میخوام تاکید کنم، برخی از اون موضوعات هم که مطرح شد، مثلا میگید آقا قطعنامه، عرضم اینه که بعضی توصیفا غلط. 3 تا اگر 6 تا قطعنامه شورای امنیت هست، 3 تاش زمانی صادر شد که زمان آقای لاریجانی بود که همین آقای 30 ثانیه فرصت ظریف که امروز با شما همکاری هستن، 2 تاش سفیر بودن تو سازمان ملل، همین آقای عراقچی اون زمان معاون بین الملل بود که مسئول این کار بودن. اینا رو یه دفعه صورت مسئله رو غلط مطرح کردن. همین قطعنامه‌های آژانس ببینید عمده‌اش در زمان کدوم دولت‌ها صادر شد. بررسی کنید دیگه و بررسی کنید و ببینید که اینها در اون مسیری که دنبال کردن اصلا چه حرکتی، چه رفتار غلطی موجب شد که طرف مقابل به طمع قطعنامه افتادن میفته. همین نکات اینا بحث اتفاقا مهمه. ممنونم من عرضم اینه اگر ما تجربه قبل رو نبینیم، اون وقت آینده یه وقت حالا به هر دلیل خطایی صورت گرفته. مهمتر از خطای صورت گرفته این است که یک خطا مجددا تکرار بشه، مجددا ملت دوباره به همون بلا دوچار بشه. خیلی متشکرم. جناب پزشکیان برای جنبندی جناب عالی 4 دقیقه و 40 ثانیه فرصت. 5 دقیقه. برنامه، این حرفایی که حضرت عالی فرمودی همش جهتگیریه. برنامه که نی. برنامه تعریف داره. من هم میگم بگید شما برنامه‌تون چیه؟ میگیم من مثلا باید جانمایی کنیم. خب بگو ما جانمایی کردیم، این برنامه است. بگید ما مثلا می‌خوایم با فلان کشور ارائه میدم خدمت. خب اون ما الان هی داریم تو این شقا بگو برنامه رو ما جانمایی برنامه آماده است خدمتتون اینو اعلام بکنید، چون تو اون سایتت هم ما رفتیم چیزی از اونها نبود، فقط عکس و این چیزا بود که میگفتید ما برنامه. واقعا اگر به نامه‌ای که به آقای روحانی نوشتیم مراجعه کنید همه اینا توش بود. برنامه از نظر آقای رئیسی این برنامه رو اجرا کرد، جواب داد. برنامه از نظر علمی روش داره، مسیر داره، صاحبان فرایند داره. این که ما نوشتیم 4 تا آدم بشینه بنویسه، اصلا اون برنامه نمیتونه باشه. روش نوشتن برنامه از نظر علمی، این که کجا چگونه میخوای بنویسی، اونا باید صاحب فرآیندها رو پیدا کنی برات بنویسن. شما الان دارید اینو؟ مگه شما به دولت شهید رئیسی معتقد نیستی؟ هستی یا نیستی؟ هر دولتی نه، جواب سوال من بده. شما به دولت نقاط چیز. بله معتقدم. معتقدی؟ بله. کاراش خوب بوده یا نه؟ خیلی کاراش خوب بوده. قانون و برنامه رو او داده مجلس. احسن. کارشناسی کرده دیگه. بله. پس قرار نیست برنامه راجع به برجام و FATF چی اومده؟ قرار نیست. آقای دکتر راجع به برجام و FATF برنامه چی اومده؟ الان FATF رو میگم. برنامه الان اینجا اون نه در اون برنامه چی اومده؟ من سوال شما میگید برنامه بدید. اونجا اصلا از FATF ما برنامه میدیم میگید که نه اون برنامه وجود دارد، بعد این برنامه وجود دارد میگید که نه. من دارم میگم دولت برنامه وقتی میگی در دولت‌ها این کارو کردن. حضرت عالی هر چقدرم قوی باشی نمیتوانی یک برنامه علمی درست بنویسی. در همون برنامه 45 تا برنامه از نظر دولت بنویسه. اجازه بده. از نظر علمی شما نمیتوانید برای وزارت بهداشت درمان برنامه بنویسید. بله ولی بچه‌های متخصصتون سلامت داشتن. اصلا ساعت باشون جلسه داشتیم بحث رو داشتن. اجازه بده. بچه‌هایی هم که حتی متخصصا نمیتونن بنویسن. یا نمیدونی برنامه چطوری باید نوشته بشه، یا شما بگید الان چیز الگو. اجازه بده. یا اون آدمایی که نوشتن به اصطلاح کپی پیست کردن. چون برنامه رو وقتی بنده وقتی وزیر شدم برای دانشگاه‌ها گفتم استراتژیک پلنینگ باید بنویسی. استراتژیک پلنینگ اصلا مفاهیمشون رو نمیدونستن این آدما. یه جایی اومدن براشون استراتژیک حالا شما این برنامه علمیتون ارائه بدید ما ببینیم. جسارت. اول میخوام بگم اون برنامه‌ای که نوشتید علمی نی، چارچوب علمی نداره. کاری که کردید همین. شما بگید برنامه دارید، اصلا بگید خرید راهبردی در بهداشت و درمان یعنی چی؟ این همه از علم حرف میزنید. علم یک روش و یک چارچوب روشن داره. ما اونو باید بریم. این که میگم باید با کارشناسی حرف بزنیم، این که من 4 تا کلمه یاد بگیرم بگم آقا برنامه و استراتژیک پلنینگ و WHO نمیدونم این چی میگن SWOT و نمیدونم این حرفا، این که نشد برنامه. تازه وقت یک نگاه، یک ویژن، یک چشمانداز رو بخوای بنویسی با کوچکترین آدم اون سازمان باید هماهنگ بشی تا اون آدمی که اونجا زندگی میکنه بفهمه نگاه و نگرش سازمان نسبت به برنامه چیه. 100 تا از این برنامه. قرآن آیا کتاب ما هست یا نیست؟ چرا این مسلمونا به این قرآن عمل نمیکنن؟ همه ادعا داریم ما مسلمونیم، چرا به این قرآن عمل نمیکنیم؟ کاغذ نوشتن که کاری نداره، هر چقدر میخوای بنویس. هنر اینه که بر اساس توانی که وجود داره، آدمایی که هستن، مهارتی که هست، پولی که هست، یه چیزی بنویسی اجرا بشه.
الان در تمام برنامه‌ها همیشه می‌نویسن 8% باید رشد بکنه، چه آقای دولت شهید رئیسی چه هر دولتی دیگه. با این روند امکان رشد 8% از نظر علمی وجود نداره. داریم سر همدیگه و سر مردم کلا می‌ذاریم. آخه چرا داریم شما مگه نفرمودید سیاست‌های کلی نظام رو دنبال کنیم؟ این تو سیاست‌های کلی ابلاغ شده 8%. اون آدمایی که نوشت شما برنامه ندارید برای رشد. آقای دکتر جسارت اونی که نوشت الان منکر میشوید و معلوم میشه 4 سال آینده. بنده منکر نیستم، جسارت میگید نمیشه. بنده منکر نیستم، میگم از این تو سیاست کلی من حرف بزنم. بله بفرمایید. بنده میگم از نظر علمی این چیزی که الان در برنامه پنجم، چرا برنامه چهارم، پنجم، ششم مقام معظم رهبری هم حضور داشتن، همش میگن 20% 30%، چرا اینا رو محاکمه نمیکنه مقام معظم رهبری؟ اصلا چون این دولت آقای روحانی اصلا برنامه روحانی رو قبول نداشت، اصلا برنامه ننوشت. آقای رئیسی رو که دوست دارید چرا این کارو کرده؟ آقای رئیسی اتفاقا موضوع رو دنبال کرد. آقا گوش قیمتش چنده مردم؟ برنج چنده؟ خونه چنده؟ ماشین چنده؟ چند بود چند شده؟ آخه به اصطلاح کاری نکنید که آدم یه چیزی بگه که نباید بگه. روند قضیه جناب آقای دکتر، روند قضیه باشه نتیجهش اینه. روند قضیه اینه که ما زندگی مردم رو با چالش مواجه کردیم، مردم ناراضی ان برای اینکه زندگیشون نمیگذره. ما هم نشستیم میگیم خب نمیشه وای میستیم. شما میتونید وایستید، مردم زندگیشون نمیچرخه. ما باید کاری بکنیم مردم بتونن فشار از روششون برداشته بشه. این که شما میگویید رشد 8% ممکن نیست، یعنی من نمیخوام مشکلات رو حل کنم. تمام آدمایی که استخدام کردید آدمای دور و بر خودتونه، همه اون کسانی که در سیستمن جزو این گروهن استخدام میشن، بقیه اصلا ول معطلن. اصلا در 8 سال اون دولت کیا استخدام اصلا دولت رو ول کن، هر دولتی بنده بیشترین اعتراض رو به دولت روحانی در رابطه با این دولت بیاد قوی عمل کنه. آقای جسارت دولت آقای شهید رئیسی که شما بودید تو سایه هم بودید، می اومدید تو آفتاب عمل میکرد. فرقی نیست. به قول این تئوری there is no difference between theory and practice. In practice there are. وقتی میخوای عمل کنی اصلا مسئله خیلی واقعا من اگر میخوام عملکرد بدم، این ادعایی که من میتونم یه دکون اداره کنم با اینکه اداره میتونم بکنم زمین تا آسمان در فرق سطح ملی، در سطح اساسی من وقت اون که بدتره. شما بگید یه بنگاهی رو اداره کردید حالا میخواید مملکت رو اداره کنید. عرضم دقیقاً اینجا همینه. ببینید شورای عالی امنیت ملی در زمانی من مسئولیت گرفتم که شرق کشور شما تهدید امریکا حضور داشت، غرب کشور شما امریکا حضور داشت، در اواخرش همین داعش درست شد. اما چه چیز این تهدیدها رو کم کرد؟ اون تدابیر درست، تصمیم‌های صحیح و به موقع. تو همین بحث تحریم‌ها وقتی که شروع شد چه چیزی اون فشار تحریم‌ها رو کم کرد؟ وقتی که شما اون کمیته مقابله با تحریم رو گذاشتید که شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره. احسن. اما رئیس جمهور یه نفر نمیتونه اونجا تصمیم بگیره. یک نفر نیست. تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره. تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره. این کارهایی که تصمیم رهبری شما خودتون چیز رهبری نهایتاً تدابیر مدبرانه و داهیانه مقام نگو چون من رئیس بودم رهبری هر جا خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیدید اجازه نمیداد. این تدابیر مال رهبریه. اون چیزی که اما اجراش چی؟ که دقیق درست به موقع اجرا بشود. از نظر علمی جناب آقای دکتر، از نظر علمی مدیریت ما یک به اصطلاح individual capacity داریم، یک social capacity، یک organizational capacity. ارگانیزیشنال کپاسیتی اینه که کلاس اول دوم سوم کارمند به اصطلاح کارمند نمیدونم چی، رئیس یه اتاق، رئیس یه واحد، رئیس چی معاون. آخه یه آدمی که هیچ یه اداره رو اداره نکرده چطور میتونه سازمان اداره کنه؟ حتی نابغه باشه. این از نظر علمی غیر ممکنه. ممکنه ها، میایم خرابش میکنیم. از نظر علمی نمیشه یه آدمی رو ابتدا بیاری رئیس یه سازمانی بکنی که اون سازمان اداره نکرده. من اتفاقا ویژگیم اینه که اول کارمند بودم، معاون اداره بودم، رئیس اداره بودم، مدیر کل بودم، معاون وزیر بودم، دبیر شورای امنیت بودم. بنده یک دفعه نیومدم در یک جا قرار بگیرم. از پایین‌ترین سطح اومدم، از کارشناسی معاون، رئیس اداره، مدیر کل. اینا هم در یک چند روز 6 ماه نبوده، 18 سال طول کشید تا من از کارشناسی رسیدم به اون جایگاه. کدوم اداره بنده اداره امریکا بودم، بعد مدیر کل بودم، بعد معاونت اروپا امریکا بودم. در همون زمان
میلیاردها دلار قرارداد با همین امریکای لاتین بسته میشد که شما که این همه دوستان شما بیان میکردن که بله ما میرویم با 3 تا قدرت مسائل رو حل میکنیم. نه میدونم، نه کسانی که مدعی بودن. مسعود پزشکیان بر اساس اون اعتقادی که دارم در چارچوب به اصطلاح دستور امام حضرت علی علیه السلام معتقدم حکومت جمهوری اسلامی میخواد درست بشه، باید دستور حضرت علی علیه السلام رو بذارن جلوشون، طبق اون عمل بکنن. درود بر شما. شعارم ندن، هر چی امام گفته عمل کنن. بنده بیان پای کار، برنامه داشته باشن، مشخص کنن. دکتر برنامه‌ای که دولت نوشته و به قول شما مجلس نوشته پایبند باشن، نگن یه 8% پیشاپیش بگن این غلطه، این بنده جلوتر از شما اعلام کردم سیاست‌های اصلا پس این 8% بنده اعلام کردم برای اینکه اون آدمایی که میگفتن محقق بشود. اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش کشور با همین روش 8%. در جلو چشم این مردم اعلام میکنم همین امروز از انتخابات میرم کنار، به شرط اینکه این 8% رشد بده، اگه نداد اعدامش کنن. یعنی حرفی که میزنه روش واسطه. اگر نتونستی ما همینه. اون نتونستی حل کنی، این رویکرد خیلی مهمه. تو این مملکت تو این مملکت از این حرفا هی میزنیم، وعده میدیم، خلاف عمل میکنیم. اینجا مردم باید تصمیم بگیرن دیگه، انتخاب کنن کی داره وعده الکی میده. بله دولتی که بگوید اصلا این 8% ممکن نیست، من برنامه‌ای ندارم، من مطالعه نکردم، من این بحثا رو دنبال نکردم، حتما جواب نمیده، حتما 8% اصلا بنده میگم از اما اگر دولتی معتقد باشد این 8% روی محاسبه و حساب نوشته شده، ظرفیت‌های کشور امروز یک جهان فرصته و میتونه یه ایران جهش باشه و برنامه اون همین باشه که بگوید 40 سال اینه که همه مردم پای کار بیان، این میتونه انشالله نتیجه بده. 45 سال داریم از این حرفا به مردم میزنیم. احسن. پس چرا جوابگو نیستی؟ نه اتفاقا ببینید چرا جوابگو نیستی؟ من این رو میخوام بگم اتفاقا ما چرا در این 45 سال مردم نمیخوان دکتر اتفاقا ما در این 45 سال موفقیت‌های بزرگی داشتیم. بله. اینطور نیست که نگاه بکنیم بگیم پس این موفق اتفاقا اینجا اون دولت قوی، دولتی که اشراف داره به مسائل اینه دولت قوی یه پشتوانه قوی باید داشته باشه، بشناسد ضعف رو با ضعف نمیشه برطرف. ضعف از نظر علمی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. کسی که امتحان نداده، کسی که بررسی نکرده، کسی که قدرتش رو در یک بنگاهی الان شما میگید بررسی نکردید، میگید من هیچ سابقه‌ای نداشتم، در عمل در عمل ما همین رو داریم میگیم. من شما تئوری داریم میگید، من اتفاقا من عملی دارم بیان میکنم. ما میگیم اتفاقا تو این موضوعات مذاکرات کاملا موفقیت خواهد داشت. اتفاقا مذاکرات که ما داشتیم چی بود؟ مذاکرات پولای ما رو دارن میخورن، ارز ما رو دارن میخورن. مذاکرات این بود همین آقای دولت روحانی و همین آقایونی در عزتیم و 1000 تا فرصت 1000 تا چی بین همون کسانی که بیان میکردن به ما اجازه نمیدادن 1 سانتریفیوژ داشته باشیم، همونایی که میگفتن خب شد زمانی ما کارو بهشون تحویل دادیم که اونایی که میگفتن 1 سانتریفیوژ نبود شد 19000. دوستان اونایی که همون آدمایی بودن که سفارت داشته باشید کاری زمانی بهشون دادیم که 20% سعودی رو آتش زدید. شما احسن در همون شب قبل از اون قضیه خود دوستان شما در صحبت‌های رسانه‌ایشون بیان کردن که جلیلی در جلسه اومد گفت که آقا مواظب باشید این یک تهدید، یک خطره، ولی ضعف اونها و عدم اجرای اونها اینجا رو دنبال نکردن. بابا همون آدم الان با شما تو ستادتن دارن کار میکنن. نداشتن مسئله رو نشناختن. تو همین صدا و سیما دارن همون رو بگید کیست؟ اگر همون مسئله که بود بنده همون شب قبلش اشاره کردم در جلسه شورای امنیت کسی رو گرفتن، بیان کردیم و بیان گفتیم اونو باید پیگیری می‌کردن. شما که حکومت در سایه بودید. من در همونجا بیان کردم که شما امشب باید این رو توجه داشته باشید، هشدار دادم و اونها این کارو انجام ندادن. این همون ضعف‌های ندادن و بعد منجر شد به اون قضیه که بعد خود من به اونا گفتم ببینید این ضعف شما بود، من به شما این هشدار دادم. نه شما نه آتش به اختیارایی که میان آتش میزنن من چیکارم؟ نه به شما نمیگم دولت وقت چیکاره بود اصلا؟ مگه میتونه دولت وقت اونو برخورد کنه؟ عرضم اینه ببینید شما پزشک هستید بیان میکنید یه زمانی 850,000 بیمار ما احتیاج به دارویی داشتن که لازمه اون داشتن سوخت 20% بود. این رو به ما نمیدادن. بعد چیکار میکردیم؟ بعد به مریضمون میگفتیم باز تا کنار، سوختشو نمیدادن. قدرت ما این بود که این سوخت 20% رو انجام داد. این دارو رو تولید کرد، نه تنها برای خودش بلکه اون رو صادرم کرد. این میشه قوت. این من نمیدونم کارآمدی این که ما باید به اصطلاح
هسته‌ای رو داشته باشیم، باید با قدرت بایستیم، باید دفاع کنیم، ازش استفاده باید دفاع کنیم. این یه بحث اینه که تو این کشور برجام رو قفل کنیم، FATF رو قفل کنیم، بعد بگیم برنامه داریم. نه، این بدتریش اینه که شما عوض این که دشمن رو متهم کنید ملت رو متهم کنید. دشمن که شما که اومدید 15 بار اون رو انجام دادید، این که بگویید آقا حالا در ازای تعهداتی که من انجام دادم اون وظیفه‌ش تعهدش انجام بده، ما طلبکاریم. شما انجام نخواهید داد دیگه. اون دشمن متهم تا آخر با این دشمن اینجوری زندگی خواهیم کرد. من پیشنهاد می‌کنم مردم ببینن برای اینکه منظم‌تر بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم